لگندوار شامی ارتش آزاد ایریشی بارگین حزب الله لباجارو که فلیتای نافچه قلمون کرن و دا انجام دا 15 میلیشین حزب الله هاتن کشتن. هر روها ارتش آزاد نافچه قلمون خفکه که جهیزن رژیم روادان و هات زانین گو هجمارک جلشکرین رژیمی هاتن کشتن. ده ماندمه دا ارتش آزاد اپراسیونک بسر خالن رژیم دا لجبل الشیخ پیک آنی. هر لگندوار شامی ارتش آزاد دا دیار کرن گوان برسوا ایریشا هیزن رژیم التاخا جو بردا و هات زانین گو 20 لشکرین رژیمی هاتن کشتن. هر روها چالاک وانان دانا دیار کرن گو هیزن رژیم تاخا جو بر و باجارو که زبدین بشش موشکن زمین توب باراندن. هفدم هیزن رژیم باجارو که دیر مکر بیچکن گران آرمانج کرن و الگوری جیدران سویله که جیانا خوش دزده. لگندوار درعای چالاک واناندانا دیار کرن گو شرکی گراند ناوبر ارتش آزاد و هیزن رژیم دل در دورا باجارو که شیخ مسکین دا قومی لعالیه با کرجی پیفچوند ناوبر هر دو آلیان دا بردواما ده هامان ده هیزن رژیم کوی کا باجارو که اتمان با آوشتو کان آرمانش کرن بیگو تا انجام هبن. لگندوار حمای فروکین رژیم باجار کفر زیتا و باجارو که لطامن به هجمارک ایریشن آسیمانی تو باران کرن و هات دیار کرن گو هجمارک سویل بریندار کتن. لگوری چالاک وانان گو او ایریش هات پیشتی گو ارتش آزاد ریبنداز لاقیات کنترول کرن و 20 لشکرین رژیم کشتن.